در شهر سمرقند صبح روز شنبه 21 اپریل نمایشگاه اقتصادی ولایت سوغد و همایش صاحبکاران سمرقند و سوغد باز می‌گردد. همچنین در حاشیه این نمایشگاه دو روزه ستاره‌های هنر سوغد و سمرقند کنسرتی مشترک برگزار خواهند کرد. نمایشگاه و همایش صاحبکاران سوغد و سمرقند با دعوت جانبی ازبکستان صورت می‌گیرد. دلبر علیمووا سردار شعبه رابطه‌های اقتصادی بیرونه در پالات سودا و صنعت سوغد روز 20 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یک هیئت بزرگ صاحبکاران و هنرمندان و رهبران و نمایندگان کارخانه و شرکت‌های سوغد دیروز به سمرقند رفته برای اشتراک در این نمایشگاه آمادگی دارند. او افزود که رهبران حدود 50 کارخانه و شرکت‌ها بیش از 100 نفر مال‌های تولیداتی خود را در سمرقند به معرض نمایش و معرفی می‌گذارند. به قول خانم علیمووا قسمت عمده کارخانه و شرکت‌هایی که در نمایشگاه سمرقند شرکت دارند به بخش صنعتی سبک تعلق دارد. هنرمندان، سیاحی، شیروگوشت، ساختمان و تکستیل نیازی مردم اشتراک داشته. نمایشگاه معرفی دستاوردهای اقتصادی سوغد در سمرقند با دعوت جانبی ازبکستان راه اندازی می شود. معاون رئیس ولایت سمرقند در ضمن اشتراک در جشن نوروز در شهر پنجکند با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان میزبانها را به ولایت خود دعوت کرده بود. همچنین 15 اپریل در همایش صاحبکاران در شهر گلستان صاحبکاران شهر سمرقند ازبکستان گفتند که در سمرقند نیز چنین همایشی را و با اشتراک صاحبکاران سوغد دایر خواهند کرد. ظفر قابیلوف معاون رئیس بخش پالات سودا و صنعت ازبکستان در سمرقند افزود با مشورت همتایان سوغدیش جهت راه اندازی همکاری‌های بیشتر با همدیگر چنین همایشی را دایر می‌کنند. در سفر سمرقند صاحبکاران و نمایندگان شرکت و کارخانه‌ها و هنرمندان سوغدی را حدود 50 نفر اهل فرهنگ، آوازخوان‌ها و رقاصه‌ها نیز همراهی دارند. از ریاست فرهنگ ولایت سوغد به رادیوی آزادی گفتند که آوازخوان معروف افضلشاه شادی نیز به کنسرت دعوت شده و دسته‌های محستی چمنارا گلناز امشب بزم کنسرتی را در سمرقند گرم خواهند کرد. همچنین بعد قبول رسمی کنسرت مشترک هنروران سوغد و سمرقند نیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که انتظار می رود ماه می سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به تاشکند و در ضمن این سفر برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان در پایتخت ازبکستان برگزار خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.